سلام علیکم تان عزیزی سلامت و شما سلام باشید. درباره چی گفتنیم شما در کودک هیچ گفت باید که نترسانیم. وقتی کودک مادر چشمش علا کده علا میکنه که به طرف کودک نگاه میکنه. علمای اسلامی اصل 21 میگن که وقتی که چشم مادر علا میکنه به سر کودک با واسطه علا کردن چشم مادر و کودک جین میداره. کودک میترسه پای مادرم پس نترسونین کودک هیچ گفت. برای که کودک میترسن یکمش ببینین جین میداره دیگه‌ش که کودک بعد گفت چیکو سی جین میشه شبو تر میکنه. همین سی جین معنیش چیه؟ سی جین یعنی که جین از صبح جین شب چی میکنه؟ تر میکنه. دیگه‌ش سیمش که کودک ترسانچک میشه در آینده که کودک هم میترسد یک چی ترقص میکنه که اوی میگه میترسد یک آواز میگه میگه میترسد یک کس فریاد میکنه میترسد. ببینید با کشور خارجی میرن نمیتونن حقوق خودشون حمایت کنن. بینه که مرا میسو که برای بلیت وای کردم دروشون گفتم که لوبوپت نیوروار اتروال نوز گفتم آدم غیبچی بینیش کن نفر گفتم طرفشون یا گفتن که رویم پرسین اما آدمایی که همون کاندکتر که برای چی پول نگرفت. وقتی انسان حقوقش دونه آدم قطعی چی میکنه گپ زده میتونه حمایت کرده میتونه. منم که اگر میزدن مادرم چشمش علا میکنه من اینقدر شجاع و دلیر با وای نمیرسیدم. ببین کودک ترسانچک میشه. گفتم یکمش که جین میدار اومده است دیگه‌اش که کودک ترسانچک میشه. سیمش که شبو تر میکنه در جایگاهش. چهارمش که از حقوق خودش حمایت کرده نمیتونه در یک اونجا که کشور دیگر ده. با غیر این بعد ناامید میشه. یک کارش که برار نگرفت میگه دیگه کارا نمیکنم میگه. خیلی میگه کار کردنی بدونش چی در کار میگه نمیره نمیکنه کار میگه. همینه برای این مادر محترم یکمش به مادرها تعلق دارد. به سر کودکاتون داد نزنید قهراتون در سر کودکاتون خالی نکنید. یکی با زنها هستن میدونین چی وقتی شوهراشون قضیه جنگ میکنن که همه جنجال شوهر در سر کودک میره خالی میکنن. اوتت خیلی کرد اوتت خیلی گو و کودک کلان میشد که هم پدر هم مادر به بد میبیند. فهمیدین پدر بد میبیند از زبانی مادرش گنده کرد پدرش هم خیلی اما مادرش بعد میبیند که پدرش در پیشش گنده کرد. فهمیدین بالای سخن نمکوب میشد. اما مادر فکر میکنه که پدر گنده کردم این مرا دوست میداره نه خیلی نمیشود. برای مادر محترم در پیش فرزندتون قهرتون خالی نکنین. یک دویمش پدر محترم شما اینچنین دوران یخی پدر خیال دوران در پیش فرزندتون مادر گنده نکنین. یکمش که مادر بد میبینه فرزند دیگه‌اش که پدر بد میبینه که مادر در نظرش گنده کرد. بله برای همین ویدیو برای اون پدر مادری که فرزند میترسونن نترسونین جنگ نکنین به سرشون داد و وای نکنین هیچ گونه. ما در اویله 6 نفر به دنیا اومدیم 6 نفر کلانش نمی‌سو 11 نفر به دنیا اومدن که 11 نفر ما 6 نفر زنده بودیم. یگان کسی مو مادرم که میگفتن که شب تر میکرده که تلفن نمیدی برای که ما را نترسوندن جنگ نکردن به سر ما چشمش پدر مادر ما علا نکردن. یا اون کسی مو اجینواره نشیدیم. اما ما سالم عقل با وای رسیدیم الحمدلله. شما میتونید فرزند شما سالم عقل به دنیا رسن و کلان شون. برای همین فرزنداتون همچون گهواره که چشم نگاه دارین مثل پیغمبر مثلا نبی روش رو بوی میکشید تو ریحانکای ریحانی جنت میگه حسن حسین شما فرزنداتون بوی کشید مهربانی کنین. مثل پدری من از کار میومد ما رو در کتفش گرفته بازی میکرد. شما فرزنداتون گیرید در کتفتون بازی دارونین پدر ما گونه میکرد در کتفش میگرفت کتسه میدار وارد خرسندی میکرد بازی میکرد. بله موندگیتون میبره وقت از کار میبرید فرزنداتون بازی میکنین. بله فرزند همیشه خرسندی میارد برای پدر و مادر. همین روسیه مثلا که کودک خرسندی دائمی است. بله در سوره کهف آمده است که مال و فرزندانتون زیب زینت دنیای شما است. ما با مال و فرزندانمون دنیا رو زیب میدهیم. بله میادرمشون